این خوبه اونم خوبه، ولی الان بچهای توی خونم هستن. سلام بچه‌ها. من شایان. منم سیاوش. خوش اومدین به گروه راچا. یه روز بعد از ظهر بود، من و سیاوش نشسته بودیم داشتیم صحبت می‌کردیم، کله شقوازیه که داشتیم انجام میدادیم و داشتیم فکر می‌کردیم که یکی بهمون پیشنهاد داد که این کارهایی که داریم می‌کنیم با بقیه هم شیر کنیم و همه را با این کارهایی که می‌کنیم، با این آدرنالینی که دوست داریم، با اون علاقه‌ای که به ماشین، موتور و اینا داریم، با بقیه به اشتراک بذاریم و این تصمیممون شد که این چنل رو بزنیم و این اولین ویدیوش. بله. سیاوش شما می‌خوای خورده بگو. عرض به حضورتون که خب ما چنلمون قطعا چنل فارسی زبون هستش. حالا از اکثر نقاط دنیا هستن ولی خب احتمالاً بیشتر بچه‌ها ایران باشن. چالش اولی که ما برای گروه در نظر گرفتیم اینه که بیایم با باجت $2000 بتونیم یه ماشین بامزه پیدا کنیم و دوست داریم که این ماشین رو یک ماشین انتخاب بکنیم که توی ایران باشه. حالا بچه‌ها باش خاطره داشته باشن، جاده‌های شمال و این ور و رودهن و فلان و اینا. شیطون بلاوازی زیاد. و دیگه سورپرایزهای بعدی که براتون خواهیم داشت. با قیمت روز امروز که بهتون بگم 15 اکتبر 40,000 تومان دلار کاناداست، میشه 80 میلیون و 800 میلیون ریال رج. اینجا غالبا مثل ایران چند تا پلتفرم هست برای خرید ماشین و حالا لوازم خونه و غیره که ما دو تا پلتفرم رو انتخاب کردیم. من را کریگلیست هستم، منم با شایانم با فیسبوک. حالا فیسبوک رو یه توضیح به بچه‌ها بده که مارکت پلیس چجوریه. خب فیسبوک بیشتر همه استفاده میکنن. یه خاصیتی داره توی سری کشورها، مثل دیوار عمل میکنه. هر کی هر چی میخواد بفروشه، دست دوم نو هر چی میتونه بذاره رو فیسبوک و حالا با هم یه جا قرار بذاریم، ببینیم و بخریم. نظر بچه‌ها خیلی مهمه راست. دقیقاً ما چند تا رو میذاریم تو پیج اینستاگرامیمون که پایین هستش و برین رای بدین، کامنت بذارین. اگه ایده‌ای داشتین یه سری ماشین خاص اگه اینجا موجود باشه حتما، اگه نباشم که پیدا می‌کنیم. اصلا اگه ماشینی پیدا کردید بفرستید لینکشو برامون توی کامنت ها بذارید که اصلا ما شاید ماشینی که شما انتخاب کنین رو برداشتیم. بعدش چی میشه رو نمی‌دونم، ولی قشنگ میشه. قطعاً قشنگ میشه. آقا بگردیم. خب بعد 3 روز سرچ فراوان، 3 سال واقعا 3 سال گذشت، خسته شدیم. دیگه بریم یه دودی بگیریم بیا. همه دنده هاشون مثلا گیر بود توی دنده یا مشکل موتور داشتن. ما سعی کردیم تمیزتر پیدا کنیم دیگه، یه چیزی که مشکل مکانیکی نداشته باشه. خب یه ریویو کنیم. من کریگلیست رو نگاه کردم، شایان هم فیسبوک مارکت پلیس رو نگاه کرده. شایان جان بگو که برامون چی آماده کردی؟ خیلی چیز جالبی پیدا کردم. چه چیزی هم داره شروع میکنه باشه. یه ماشین پیدا کردم اصلا ما یعنی همه 99.99% ایرانی‌ها خاطره دارن. هممون روندیم. ولی گوسفندیه که تو پوست گرگه. ما پراید داریم، پراید هاچبک. ولی هاچبکی که 2 دره و مال فورده. کانسپتش همون کانسپته. یعنی من چیزی که تحقیق کردم و اینا، این ماشین کیا پراید، مازدا 100 نمیدونم چی و فورد فستیوال، این 3 تا ماشین پراید خودمون محصول 3 تا شرکته. یعنی خفن زیاد. و فوردش اینجاست، 2 در خفن مشتی، همه چیش کار میکنه به جز یه دونه صندلی نداره و اتوماتیک. خوبه. یه چیز دیگه که پیدا کردم، ماشین عسل. خیلی چیز خفنیه. حالا این هم عکس داره میاد تو صفحه، هم شما دارید میبینید. بنز اسل نوشته 500 ولی اشتباه 600 چون که V12 یعنی 12 تا دونه سیلندر خوشگل بغل هم نشسته. سال چنده شایان؟ 1991. منم بزرگتره. منم بزرگتره. ولی ماشین تر تمیز مشتی، همه چیش کار میکنه و اگزاست هم داره. $3000 اگزاست میشه ولی ماشین با 4 تا ما چالنجمون 2 تاست. از اون جایی که من اسپانیم ما چکشو نمیزنیم، بالاخره میریم میایم، مو رو میکنن کف دست. میتونیم کار اینم در بیاریم. تو چی پیدا کردی؟ من 2 تا پیدا کردم. داستی بلنده ها. بگیر ناپلونی ره. 2001 BMW X5 4.14 لیتری V8 قیمت $2499. حالا چکوچونه میزنیم دیگه درش میاریم.
عکساش هم که خب یه دونه رخ جلو برامون گذاشته، یه گاردکی هم داره و لینگاش هم ترتمیزه و اینم نمای پشتی. این اتاق BMW تو ایران کمه، یعنی اصلا شاید در انگشت شمار باشه، ولی خب دیگه این رخ قدیمی X5 هایی که حالا ولی X5 هست، X5 فکر کنم باشه، چالش هست. نه من میدونم هست. خیلی جالبه. من بچه بودم ماکت اسباب بازی همین ماشینو داشتم، سبز یشمیشم. کارکردش هم از نزدیک 290,000 تا، مشکل خاصی نداره. نوشته که در سمت راننده کار نمیکنه که مشکل نداره. یه مشکل ریز داره که خیلی مهم نیست، یکی از سیلندراش کار نمیکنه، شمعش خرابه یا حالا هر چی دیگه. 8 تا داره دیگه، یکیشم کار نکنه 7 تا هم کافی. و میگه که این کاپوتش هم کار نمیکنه که یه دونه سیم کشیده میکشی وا میشه. مورد دومی که دارم 2004 بگو. خب مرسدس بنز آبی سرمه‌ایه، تو دور کار میکنه دیگه. بنز بی ام و برش شاسی، برش بالا، مثل اینکه شاسی خورا همون خورش بهتر. چی میگی؟ ML 500 اینم 8 سیلندر 324 تا کار کرده، مشکل فنی نداره. بچه‌ها ایران داروش میزنیم میبرنش مطب میکنیم 100 تا کار. نه دست خانم دکتر بوده. جدی؟ روزه میرفت. هیچ مشکلی نداره، فقط این سیستم اینفوتینمنتش کار نمیکنه. CD خور، کاست پلیر، اون FM رادیو ضبطش کار خارجی بارا نشه. این نمای جلوشه، اینم نمای عقبشه، بدی نیست. اینم نمای داخلی. دیگه ماشین اصالت داریه ولی دیگه 2000 چند گفتم اینو 2004. دیگه شما چی داری؟ من دارم 2 ماشینه خانوادگی دارم، اینا که همه دوست دارن. اولین آپشن همسن خودم، سنم رو بودم. مازدا سرویس 3 تو ایران بهش میگفتن. دستی میکشیدی خفن در میومد. ماشین فوق العاده تمیز، رو پا ببینیم اصلا رو پنج است. 2170 تا کاره، دنده دستی. کارکردش خیلی کمه. ماشین ماه سالی 7 تا کار کرده. توش نگاه میکنی تر و تمیز. صندلی عقباشو گوش بکنی میگه پاپا خجالت بکش. نه این دسته پیر زنه بوده دیگه، دم دستش خاموش شده بوده و خیلی تر و تمیز، هیچ مشکل نداره. ماشین سال 70 تا کار 99 تر و تمیز، لاستیک درست، بیمه داره، زیر بندی درست. 170 تا کار کرده. مدل چند 2000، یعنی این ماشین 175,000 تا ما کار کرد بگیریم تقسیم بر 23 بکنیم سالی 7 تا کار کرده. این یه ماشین خیلی تمیزیه که به درد چالش ما خوبه که کثیفش کنی. هیچ مشکل چیزی هم نداره. هیچ ناز واقعا داستون اومده. یه چیزی پیدا کردم که من خودم شخص خیلی باش خاطر دارم. کیا ریو 2005 160 تا کار. نه کم کار کرده. یس همه چی درست، فقط یه دونه اکسیژن سنسور میخواد. به جز این هیچ چی دیگه نمیخواد. اینم گذاشته 2800. بریم بالا سرش بزنیم تو سر مال میشه 2 چند گذاشته؟ 800 گرونه. ولی ریو ما ایران داشتیم 1385 بود، سفید. واقعا ماشین خوبی بود. واقعا ماشین. You smart. You very smart. خیلی گشتیم ما چیزایی که با توجه به اون بودجه‌مون که $2000 هست و با توجه به دوست داشتیم ماشین توی ایران باشه که بچه‌ها در واقع دیده باشن ماشینو، باهاش خاطرات زیاد داشته باشن، دیگه همینا بودش. ما باز هم میگردیم ولی دیگه نه به اون شدت گذشته. بپرسیم از بچه‌ها، این نظرسنجی بپرسیم. آره ببینیم چی دوست دارن چی دوست ندارن. آره از بین این 6 تا ماشینی که ما گفتیم بهمون بگی. حالا ما توی کامنت‌ها یه جوری در میاریم، هر ماشینی میذاریم، کامنت‌ها رو لایک بکنید. توی استوریای پیج اینستاگرام هم براتون یه رأی‌گیری میذاریم که ببینیم که چه جوریه. منتها شاید بشه که مثلا یه ماشینی توی چند روز آینده معامله بشه، فروش بره، بس هر چی ما زودتر تصمیم بگیریم به نتیجه برسیم بهتر هست. این یه قضیه. گفتیم که اگه بچه‌ها ماشینی میشناسن، اگه ماشینی برای فروش دارن خودشون یا لینکی دارن یا تازه میخوان بیارن تو مارکت، اونم برای ما بذارید. بودجه $2000، ترجیحاً هم ماشین توی ایران بوده باشه شبیهش. پیجمون هم فالو بکنید، کانال هم که سابسکرایب نشه. It was at this moment that he knew. He fucked up. سابسکرایب بشه. چرا نشه؟ زنگولرم یه تکون بده. نره که سابسکرایب بشه. زنگولرم یه تکون بده. آقا دیگه در تماسیم. این یا اون. حالا بچه ها اومدن. سلام، خوب هستین؟ خوش اومدین به کانال راچا. من شایان، منم سیاوش و هیر نه دیگه ریدم اصلا کلا ترتیبا ریدم توش.